سلام دوستان، امروز میخوایم راجع به دموکراسی صحبت بکنیم. آیا دموکراسی واقعاً بهترین روش حکومتداری در دنیاست؟ اگر به واژه دموکراسی خوب دقت بکنیم به طور کلی یعنی حکومتی که مردم خودشون برای خودشون انتخاب میکنن. چی رو انتخاب میکنن؟ اون کسانی رو که دوست دارن براشون حکومت بکنه و فکر میکنن که بهترین اشخاص هستند. مردم به دنبال چی هستند؟ مردم به دنبال این هستند که به خوبی بتونن زندگی بکنند و مسائل دنیویشون براشون حل بشه و خواسته های خودشون رو بتونن بهش دست پیدا بکنن. خب اگه سری به حکومت‌های دموکراتیک دنیا از جمله بزرگترین اونها یعنی امریکا بزنیم، یک مطالب بسیار عجیب و غریبی رو بهش خواهیم رسید. اولا، آیا واقعاً رئیس جمهور امریکا رو همه مردم انتخاب کردند؟ خب کسانی که واجد شرایط انتخابات هستن تقریباً 50 تا 60% مردم رو تشکیل میدن و همینطور اگر نگاه بکنیم از اون کسانی که واجد شرایط هستن باز هم تقریباً نصف اونها در انتخابات شرکت میکنن و کسی بر مسند ریاست جمهوری خواهد نشست که 50% حداقل بیش از 50% آرا رو کسب کرده باشه. با یه جمع و تفریق ساده متوجه خواهیم شد که حدوداً 1/8 در بهترین حالت 1/8 مردم اون کشور به ریاست جمهوریشون رأی دادن. اما روی چه چارچوب‌هایی و چه مواردی به اون رأی دادن؟ اون رئیس جمهورها در زمان انتخاباتشون چه وعده هایی به مردم دادن؟ و اصولاً این رئیس جمهورها در دنیا جزو چه گروه از جامعه هستند؟ همونطوری که میدونید اونها یا قدرتمندان و سیاستمداران قدرتمند اون کشور هستند و جزو احزاب خیلی قدرتمند اون کشور و یا جزو ثروتمندان اون کشور هستند و اونها میدونن که چطور آرای مردم رو به خودشون اختصاص بدن. دقیقاً دست میگذارن روی خواسته های من و شما. پس این حکومت یک جورایی حکومت دموکراسی نیست، چون مردم طبیعتاً نمیدونن که چه کسی رو انتخاب کردند و اتفاقاً انتخابشون اون کسی است که خودش میدونه انتخاب میشه. برای دونستن بیشتر این مطالب توصیه میکنم سری به کتاب حاکمیت خداوند نه حاکمیت مردم سید احمدالحسن بگذارید. لینکش رو توی کامنت ها میتونید جستجو بکنید. دوست من، نام احمدالحسن رو به خاطر بسپر، چون از این پس از او بیشتر